شبانه مهریار برای اولین بار در اروپا می سراید و دوست دارد برای مردمش صدا باشد و پیام آور صلح و دوستی. می کشد دل مرا به سوی کسی، می کشد دل مرا به سوی کسی. و افتخار محبوب دلها، هنرمندی که ترین صدایش آرامشگر همه قلب هاست، the one and only قیس الفت. مثل قیس شکشکی زیباست، و مثل قیس شکشکی زیباست. حاضرین محترم و نهایت گرانقدر و افتخار محبوب دلها، انجر طلایی، the one and only علی اعتمادی.